29 май تحت ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت رئیس حکومت کشور محترم امامعلی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در مجلس نخست درباره برنامه پیشگیری و نظارت بیماری‌های سرطانی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2025-2029 گزارش وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمال‌الدین عبدالله‌زاده شنیده شد. تاکید گردید که لایحه قرار حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد نائل شدن به هدف‌های رشد استوار که در استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 انعکاس یافته است تهیه شده است. طور ذکر گردید در استراتژی حفظ سالمی اهالی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 مسئله پیشگیری بیماری سرطان یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک ساحه تندرستی اعتراف شده است. برنامه پیشگیری و نظارت بیماری‌های سرطانی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2025-2029 و نقشه چاره‌بینی‌های عملی‌گردانی آن بعد محاکمه همه‌جانبه تصدیق کرده شد. وزارت و اداره‌های دخلدار، مقامات اجرایی، حاکمیت دولتی، ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها وظیفه‌دار شدند که اجرای برنامه را تأمین کرده از نتیجهش هر سال معلومات پیشنهاد نمایند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که برای به مردم فهماندن سبب و عامل‌های گرفتارشوی به بیماری‌های سرطانی و پیشگیری از آنها از همه امکان و ذخیره‌ها باید استفاده کرده شود. سپس در کار مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان یک قطار لایحه‌های قانون‌های جمهوری تاجیکستان از جمله درباره تحصیلات میانه کسبی، درباره وارد نمودن تغییر و الوه‌ها به کودکس گمرک جمهوری تاجیکستان، درباره وارد نمودن تغییرات به قانون جمهوری تاجیکستان درباره باج دولتی و اید به وارد نمودن تغییر و الوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره خواجگی دهقانی فرمری معقول دانسته شده برای بررسی به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارسال کرده شد. در مجلس همچنین مسائل وابسته به برنامه دولتی تأمین آب نوشاکی و رفع آبهای پرتو برای سالهای 2025-2029، برنامه دولتی رشد صنعت مجسمه سازی و هیکل‌تراشی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030، برنامه رقمی کنانی ساحه کشاورزی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2025-2030 و درباره معیارهای انداز اکسیز برای مالهای زیراکسیزی محاکمه کرده شده قرارهای دخلدار قبول گردید. درباره برنامه رقمی کنانی ساحه کشاورزی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2025-2030 گفته شد که آن بهر ادامه منبعده اصلاحات اگراری، تشکیل نظام استوار به تغییریابی اقلیم، رشد اقتصادی سبز، فراهم آوردن شرایط مساعد پیشبرد ساحه کشاورزی، بالا برداشتن حاصلناکی، تشکیل جایهای نویکاری و غیره تهیه کرده شده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان دستور دادند که مسئولین از روی برنامه نقشه عملی‌گردانی آن را تهیه و تصدیق نمایند. ساختارهای مربوطه وظیفه‌دار شدند که برای تطبیق برنامه چاره‌اندیشی کرده از نتیجهش معلومات منظور نمایند. بعد محاکمه مسائل روزنامه مجلس رهبر دولت محترم امامعلی رحمان اید به اجرای دستورهای قبلی حکومت جمهوری تاجیکستان، وسعت کارهای آبادانی، استفاده ثمرناک زمینهای کشت و آمادگی جدی به استقبال سزاوار جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان دستور و توصیه ها دادند.